خب همینجا یک چند عکس هست میرا میگذاشتیم. اینجا تاجیکستان است و در داخل تاجیکستان یک جا است به نام دوشنبه مرکز شهر است و در این دیواری که میبینید در داخل همین از 300 تا 500 نفر شهروندایی که از منطقه ها میبینن، کلاب، زرافشان، بدخشان، ونج، درواز، اینجا میبینن به خاطری که در یک بازار کار کنن، در یک مکتب کار کنن اجاره میشینن، یا میگن با نام خوابگاه. داخل میشن، خواب میکنن، سری کار میرن. شرایطی که قرار داره یک بار ببینین و خود قضاوت کنین که ما در کدام شرایط قرار داشته ایم. الان اینجا متنی پره که نوشته شده است، میخونیم. در شهر دوشنبه، موضع گیپرزیم، کوچه ناخیمو، در این خوابگاه بیش از 500 نفر اون به سر میبرد. مسئولین خوابگاه به کجا نگاه میکنند؟ اینجا نقطه مهم او زنی که عروبکش است و به قلشکه میچیند در همین جا زندگی میکرده است. بینگرید به این نوار. اینجا نوار است، من برای شما میگذارم از دیرتر. یعنی که همه یه سراغش گفت هستن که گیپرزیم خوابگاهی که قرار داره. برای اثبات از کسایی میگه که نه اونجا افغانستان است، من براتون نشان دادم که اینجا افغانستان بلکه تاجیکستان بوده است. خب میتونید که بگیرین. من نوار اگر پیدا بکنم بسیار عالی می شود. مرحمت بگذارین. بکو ولی هوا گرم میشه بچم. هرس خروجی یک روز میکنم اینجا پری پنکه و علومی تایو پری اوهانایو یفته انم سیمورم خط که بدوز میشه همش مو خواهی سحر شید همی سحر روز شید میریم این همی سنگو کلون تای تخته بازو همجا میریم نمی همینجا ما یک خواهش کنم هموطنایی که برای ما تماس گرفتگی هستین واتساپ وقتی شما رو پدکوچت کنه که قبول کردگیم انتظار شوین نوار تمام شد و صحبت ادامه میده. فقط ما شما رو برداشتم، فقط انتظار شوید. انتظاری صدای ما شه، ما همین نوار را میگذاریم تماشا میکنیم، بعد شما را پیوست میکنیم. تنکه و اوهانا میچینیم می بکلشکه و ریزین چیز یفتیم این سنگو رای بوغابی میان بو توزه میکنن کنای موسرکه یک کشوی کنی سه جده کو میشه اما هم تنکه بدوز اینه چیه؟ پلاسماسه شگلونه داره مکتب پنجم میخونن اول نخوندن شرایط کمی میکرستم که من مکتب برای من بخونم پگه اوچم نگه کنم امره میخواستم اوچم بردم صنف یک در مکتب پنجم خوندم یک هفته خوندم با کسش دم دیگه نتونستم مکتب رفته شرایط من نرسید هیچ خونه و در داشتیم هم سه در خونه داشتیم قانون ما برین اینجا گفتک ما نیفتیم در مویه اگه نه اگه جای خونه دنو میو بدنه زمین خطی جراش کار چخشون که تست ده خب چه پر کدام گی بگذارین مرا. آیا فرزند، زن، مادر، خواهر کدام از اون عزیزای دل شما با همه دستای مهربان مادر است، با همه دستایی که باید او فرزند بخوابه، آیا همین کارا میکنه؟ نمیکنه. این چی احوال است؟ کی ملت کی مردم به این حالت رسون؟ آیا من زندگی مردم بد کردم؟ آیا وظیفه من بود؟ آیا من این مردم قشاق کردم؟ آیا مسئولیت من بود؟ نه. رحمانوف سال 2013
دست در بالای خانمان سوگند به شیر سفید مادرم، سوگند به آب و خاک وطن، سوگند به این و آن که مسئولیت امروز و فردای ملت من بر دوش میگیرم. همین است مسئولیت. احوال نظر کنین، یک بار خودتون که همین کار انجام بتین. مادر با 100 مصروفیت، با 1000 مشکلات میرود در خیابان آهن جمع میکنه، نمیدونم بخلشکه جمع میکنه، موسر جمع میکنه. ای مردم، خیلی شگرونه روزمونه به هم برده هستیم. گره میبریم همو هم پوره در میسپوریم. مادر میبینین در پشتش یک خوبچه، یک سیمچه پر از آهن پوره و بخلشکه میگرده در به در. روز تا بگه ایکو پهلوی سیاسی و مسئولیت دولت حکومت است. پهلوی دیگری که کسانی که خب در کشورهای بهترین است. من پیغام دیگه برای شما بارها کردیم اما باز هم میکنیم. چگونه همین حالت قبول میکنین؟ باور کنین مسئول هستین، جواب میتین. فردای مردم بسیار حالتی ننگین، بسیار حالتی سخت، بسیار حالتی ناگوار. مسئولیت از وظیفه است که از بحری همه چی بگذارین برای اینا دلاتون بسوزه. هر یکی شما بهترین زندگی را دارین. هر یکی شما بیاین قیاس بکنین بالای گروه طبقه مردمی که در کشورهای بهترین قرار داره. یک بار حرف زنین. امریکا، کانادا، کشورهای اروپا، کشورهای ژاپن و سنگاپور و دیگر، ترکیه و دیگر کشورهای عربی. ای مردم، ای عضوی این ملت، ای جوانان تاجیک و تاجیکستانی، فراموش کردین وعده پروردگار، فراموش کردین حدیث پیامبر، فراموش کردین که شما مسلمان هستید و خداوند برای ما و شما امر داده است که مسلمان برادر مسلمان است. ای مردم، حرام است برای تو اون لقمه که من نمیخوام به دسترخوان خانه های شما، به نوش نعمت شما، به زندگی باشه و به هر شما حلال باشه. من آرزوی را دارم که مردم تاجیک در بهترین شرایط زندگی کنن. باور کنین من هیچگاه در فراخ و در آرزوی اون نیستم که حسد نمیخرم از اون که شما بهترین آشه و به هر یکی شما، به هر یکی که خداوند برای شما یک نعمت میتیه، برای شما یک کار خوب، یک زندگی خوب میتیه، نصیبتون باشه. اما پهلوی دیگری مسئله را فکر کنید. دلتون برای او قوم یا که او ملت یا که او مردمی که در داخل تاجیکستان مظلوم است، ضعیف است، ناتوان است، یکی شوهرش کشتند، یکی پدرش کشتند، یکی مادرش کشتند، یکی زنش تجاوز کرد، یکی هزارها مشکلات ها است، دلتون برای او باید بسوزه. من نمیبینم، خیلی کم در یک اروپای بزرگ خیلی افرادی گروه از کم مردم خب مبارزه میبره، دلش برای اون حال و اقل میسوزه. پل، مال، دولت، ماشین، زندگی، خانه، در همه این یافت میشوه و بالاخره میروه. برای من یک نفر را بیارین که فردا در نزد پروردگار با ماشینش، با خانهش، با طلا و نقره و تلفن‌های دستش و زندگی خوبش پاید بلند شود. بیارین در کجای همه اسناد فکت دلیل نوشته شده است که فردا بنده، امت، نمیدونم انسان، شخصیت هر کسی که نباشه در نزد پروردگار با اون چیزی که در دنیا داره با او زندگیش بلند میشود. نیست. با همی یک تینون بشه یا 1 کیلو روغن، 1 کیلو کچکای خیلی شگرونه روزمونه به هم برده هستیم. گستخش رو پتون ترمک 420 به گردن
مظلومانند، بیچاره، ناتوان، ضعیف، قامتی شکسته، روحیه شکسته. یک بار نظر کنین. مادر با دو تا دختر، مادر با دو تا دختر، روز تا بگاه مصر، اشغال، اخلاد. کثیفی را جمع میکنن از خیابان ها، میبیورند یک نان میشه که یک روغن شاید 1 کیلو کارتوشکا میشه، میبیورن روز تا بگاه میروند زندگیشون رو پیش میبرن. ما و شما چی؟ زاد روز هامان، جشن هامان، توی هامان. من زیاد معلومات ها درباره مردمی که در اروپا زندگی میکنن دارم، گرچنده که در داخل شما نمیریم، گرچنده که نمیریم، اما معلومات ها پر است. ای مردم، قسم به خدا روز میشوه که سختترین جزا را میگیرین. روز میشوه باور کنین آهی اینه یا وجدانن ایمانن یک بار برای خودتان عبادت شما برای چی است، نماز شما برای چی است در نزد پروردگار، برای چی است؟ کسانی که خواب اگر که ما بگم که ایمانشون ضعیفتر است مثل ما است، شاید کدام مدرسه نخونده است و کدام نمیدونم دانشگاه های طبی علمی و دینی نخونده است، که بچه‌هایی که به گفت خودتان ماشاءالله و توحیدی و عقیدوی و سنتی و ایمانی هستین پر هستین در اروپا. ای جوانا، کجا هستین؟ کجا را نگاه میکنین؟ کجا را نگاه میکنین؟ وظیفه شما است. قامتی شکسته مادر را میبینین. تصور کنین مادری من است، مادری تا است، مادری یک کسی نبود، یک عزیزی ما است. چه خیلی بها میتین به همین گردن خم چه شما چه نگاه میگم. تقریبا من خریب شاید 5000 ما را یعنی ها نگاه دارین. همین منظره را چه برای خودتون قبول میکنین؟ چه خیلی چه گونه؟ و بعد از این 40 50 100 هزار دیگر چگونه شما همین عکس برای خودتون بها میتین؟ بعد از همین خوراک شما میخورین، بعد از همین خواب میکنین، بعد از همین عکس چگونه شما میرین میگن که خانم تون یا که مادر یا که هر کسی که نباشه بیار یک غذای درست بیار بخوریم و خیلی بچه گشنگی دمره. بعد از همین میرین مارکت های بزرگ تلشکا خرید میکنین. ایره به آب چشم با شخصی با ایمان با وجدان نمیتونه بدون آب چشم نظر بکنه، نمیتونه. رای حل این همین مسئله ها دیگه اون نیست که برادر یک کیوی کشیلاک بکشا کمک کنیم، نیست رای حل. اوچه ای کیوی کشیلاک شوی بلاگرها و روزنامه‌نگارا و حافظا بزار شدن، کیوی کشیلاک دیگه نموند. لیکن رای حل نشد. باز هم مادر مصر میکوه، باز هم مادر لطاک تازه میکنه، باز هم مادر مهاجر است، باز هم مادر مظلوم است، باز هم مادر بیخونه است. پس رای حلی نیست که بگوی خب ما یک گروه بچکای ماشاءالله یک گروه واتساپی داریم، نمیدونم ایموجی فیسبوکی داریم، ما هر ماه از خونه مردم پول جمع میکنیم، ما کوم این رای حل نیست. رای حل و قسم به خدا کمر میبندی میگذری از بحری همه چیز. توکل به خدا، میدان در مبارزه میبری به هر راهی که نباشه، به هر عقیده که داری. من نمیگم بیا در بری من استاد شو، نه. من نمیگم بیا عقیده مرا بگیر، نه. من نمیگم بیا منبری مرا بگیر، نه. منبری خطا بگیر، راه خطا بگیر، همون فهمیش همون عقیده که داری باید شدیداً مبارزه بری، راه حل مشکلات را پیدا بکنی. دیگر حالا میگه که دیدی که به این ملت مظلوم جفا شد، تکرار ستم بود نه صف خطا شد، تدبیر نشد مطلب کرسی به ریاست، نه منتخب مردم این قصه روا شد. انتخاب مردم نبود که اونها را برشدن. دیروز هم انتخاب مردم نبود. 92% دروغ میگن، شیطانی میگن، مردم افراد میکنین. در کشوری که زن مصر میکشه، زن لطاک تازه میکنه، زن مهاجر است، زن در بدر است، آیا باز هم 92% دعوا میکنین؟ دو برکت عمل باشین بود باشین از افسوس صد افسوس صد دریغ. قامتی شکسته را دیدین، پای چلاخی مادر را دیدین،
باید قربان خاکی مادر شویم و شما باید فدا شویم پیش پایین ها بافتیم که حتی خدا آدم به سوید باشه به سوید نه با و نه سوید آدم به سوید سیاتا بیا پهلوی رحمانوف بر بگردیم با ای چاپلوسو ای لگم بردارا ای خاک پاشو رحمانوف سال 2013 وقتی راهبر شد دعوا کرد که ما از بونگستی نمیدونم انرژتیک بیرون میشیم استقلالیت انرژتیک را به دست میاریم ما راغون میزدیم تمام دنیا چپا میشه تمام ما راغون میزدیم تمام زندگی مردم بهتر و خوبتر میشه اگریگات راغون رفتین رقص کردین بازی کردین باز کردین باز هم مادر به سویت است ایشا چی میگین باشه مومش میریم با یگون همسویه من فقط میتونم گفته که مرا ببخش ای مادر ای خواهر و اکوی عزیز که من شما را امروز میبینم مرا ببخشین که من واقعا شاید همون نیرویی که میخوام برم از همون قلب بگیرم که شما را از این مصیبت برارم حالا برای من خدا نداده است واقعا من شرمنده هستم واقعا پیش شما گناهکار هستیم که همچون یک جوان مرد همچون یک جوانی مسلمان از شما دفاع کردن نمیتونم برای شما زندگی خوب داده نمیشه برای شما خانه خوب داده نمیشه شما باید امروز او خواهرای میبینین گردناشون که باید در بهترین مکتب و مدرسه و دانشگاه و کالج و دیگر جاها بخونن تعلیم بگیرن موسر میکشن مادری که باید ناز خاندان باشه عزیز دل باشی باید تربیت کننده نسل باشی میره با گردن کج در کدام سوالکه و موسر جمع میکنین مرا ببخش من واقعا همچون یک شخصی گناهکار خودم میحسابم که شاید نتونستم و انشالله امیدوار هستم که خداوند برای من همون روز را نصیب بکنه که دست شما را فشاریم همون روز برای من خداوند اون روز را نصیب بکنه که برای شما یک بهترین زندگی بتیم که آرمان‌های شما را آرزوهای شما را پیاده بکنیم که لااقل یک روشنی بالای سرتان باشه لااقل یک غذای درسته باشه لااقل فرزند شما در مکتب و مدرسه باشه مرا ببخش پروردگار که امروز نتونستم یگون کس بو دلش میسوزه یگون تاینون خدا